ماهی کوچولو از آبشار پایین اومد و افتاد توی یک برکه پر آب. اولش دست و پاش رو گم کرد، اما بعد شروع کرد به شنا کردن و دور برکه گشت زدن. تا اون وقت ندیده بود که اون همه آب یک جا جمع بشه. هزارها کفچ ماهی توی آب وول می‌خوردند. ماهی سیاه کوچولو رو که دیدن مسخرش کردند و گفتند این چرا این شکلیه؟ این فکر کنم مال برکه پایین مامان جان. اصلا باش صحبت نکن، ریختش رو باش. تو دیگه چه موجودی هستی؟ خواهش میکنم توهین نکنید. اسم من ماهی سیاه کوچولوه. خب شماها هم اسمتون رو بگید تا با هم دیگه آشنا بشین. من که یک کفچه ماهیم، اینم مامیمه. دارای اصل و نسب. از ما خوشگل‌ترم اصلا تو دنیا پیدا نمیشه. بعد میگم مامی. دقیقاً مامان جان، مثل تو بیریخت و بد قیافه هم نیستی. من هیچ خیال نمی کردم شما اینقدر خودپسند باشید. باش، من شما رو میبخشم، چون این حرفا رو از روی نادونی میزنید. چی؟ یعنی ما نادونی؟ چی میگه این؟ اگه نادون نبودید میدونستید توی دنیا خیلی های دیگه هم هستن که ریختشون برای خودشون خیلی هم خوشاینده. شما حتی اسمتون هم مال خودتون نیست. کفچ ماهی خیلی عصبانی شد، اما چون دید ماهی کوچولو راست میگه از در دیگری در اومد و گفت اصلا تو بی خودی داری به در و دیوار میزنی. ما از صبح تا شب همه جای دنیا رو داریم میگردیم، غیر از مامی و ددی و یه سری چیزای دیگه هیچی تو اینجا نیست، مگه این کرمرمایی که اصلا اونا هم به چششون نمیان. آخه تو که نمیتونی از برکه بری بیرون، چطوری از دنیا گردی حرف میزنی کفچ ماهی؟ ببینم ورپریده، مگه غیر از برکه دنیای دیگه هم داریم؟ دست کم باید فکر کنید که این آب از کجا به اینجا میریزه و خارج از آب چه چیزایی هست. خارج از آبو که ما ندیدیم. زده به سرت نه؟ نه ببین، من شنیدم یه جایی بزرگتر پسرم هست. عزیزم به به اسم حرفش گوش دریا. نده. پسر قشنگی برو خدایم چه وقت خودنماییه. موجود بی اصل و نسب، بچگی را بری داری حرفای گنده میزنی. من دیگه اونقدر هم عمر کردم که بفهمم دنیا همین برکه است. بهتره بری دنبال کارت. بچه منم از را به در نکنی. بیم کن، 100 تا از این عمران بکنی بازم یه قورباغه نادون و درمونده بیشتر نیستی. چی؟ وایستا ببینم الان ادبت میکنم. وایستا. قورباغه عصبانی شد و جست زد طرف ماهی سیاه کوچولو. ماهی تکون تندی خورد و مثل برق در رفت و لای و لجن و کرمهای ته برکه رو به هم زد.